ترکیه خوش گذشت؟ کی بود؟ مزاحم. چه خبر؟ رد تماس. فری میگه خفش آقا، بذار از این به بعد قبل اسم من تا دهنت عادت کنه. تو دیگه کی؟ تو هم خفه شو و الا یه کاری میکنم آب میبه تو با چشات بخوری. مگه نگفتی من مثل بچه میمونم؟ مگه نگفتی واسم پدری کن؟ از 1000 تا پدر نبودم؟ بودم. مگه نگفتی با هم پا به پا بیا؟ مگه باهات ندویدم؟ دویدم. چرا شما تا یه نفر واقعا دوستتون داره هار میشین؟ به چی فروختی؟ به این ماشین چینی آشغال؟ من اگه 1000 تومنم داشتم، تو 2000 تومن میخواستی، 1000 تومنم قرض میکردم میذاشتم روش میدادم بهت. واس چی میرینین تو اسم عشق؟ چی میخواین؟ چرا هار میشین؟ منو نگاه کن، الانم من چیزی رو نباختم که. تو باختی. تو کسی رو باختی که دوستت داشت، من کسی رو باختم که لاشی بود. اما یادت باشه عرضه دوست داشتنی، این زمین لعنتی به شدت گرد است. درمو زدی با مشت، درتو میزنن با چکش. رنگ حالم که چیزی نمیکنه اذیتم، فرق دارم با هر کی تحمیل کردم وضعیتم. چه سخت بود ببینم